بسیاری از جوانان تاجیک در یک نظرسنجی گفتند که راضی نیستند همسرانشان از شبکه‌های اجتماعی استفاده برند. نتیجه پرسش را که در بین 2000 نفر انجام شده است در یک نشست در دوشنبه معرفی کردند. در سوال‌های زیرین جواب آمده که راضی نیستم استفاده نبرد 29.2%، طلبات زمانه است استفاده برد 24.2%، در دایره معیار و مقصدناک استفاده برد 10.1%، اگر ضرورت پیدا شود استفاده برد 9.2%، در وقت بیکاری و خالگی استفاده برد 4.2%، اگر کارگر باشد برای کار استفاده برد 3.2%. به من فرق ندارد 1.9% را در بر میگیرد. روحانیان تاجیک استفاده شبکه‌های اجتماعی را سببگار نافهمی در عائله ها می دانند، اما توصیه می دهند که جفتها یکدیگر را گناهکار نکنند و از عقل کار بگیرند. جوان آمد حضرت من زنم رو صحبتی یعنی شهوانیش رو با مرد خبیدم طلاقش بدیم گناهکار نمیشم؟ گفتم گناهکار میشه. حالا شما صحبت از برای خدا در مسجد هستیم رو به قبله کو بگو با یگان زنی نامحرم صحبت های شهوانی نمیکنید شما. خیلی جوانی است. خب جوانی باشد شما که کردید زن تو میکند برادر عزیز. شما کردید حالا گناهکار نشیدید اون زن صحبت کرد گناهکار شد. ساکنان دوشنبه میخواهند شریک زندگیشان در مسنجرها زیاد صحبت نکند. صحبت‌های طولانی باعث شبهه می شود و برانگیزنده رشک بوده است. اجازت نمیتونه وزیر رشک. اجازت نمیتونه. ما همه قطعا وقتی که در روسیه باشم زنگ میزنه این موقعی گاو میزنیم. همون چند سوم راسخور میشه ما همش پاد کنترلی خواهیم با. خودم پول میپردم خودم پاد کنترلش میگیرم. برای چی مردها استفاده میبرند ممکن به آنها زنها نه. این خیلی ممکن نیست. وابسته از زن است برای اون که زن البته حرکت میکند که احتیاطکارانه کار کند و البته جدی باشد و البته حرکت کند که با هر گونه راههای فریب نرود. سال گذشته در تاجیکستان بیشتر از 71,000 عائله نو بنیاد شده است. 10,000 جفت دیگر از هم جدا شدند. جداشوی عائله ها نسبت به سال 2017 تقریباً 8% زیاد شده است.